دانیار نبیف معروف به بابای دونا یکی از سابقه‌داران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 27 آگوست سال 2023 در سن 82 از عالم چشم پوشید. در این باره به پایگاه خبری بامداد سیدسوق بابایف یکی از فعالان مخالفین خبر داد. بنا به اطلاع او بابای دونا نیمه دوم روز یکشنبه 27 آگوست جان داده است و جنازه او را صبح 28 آگوست ساعت 10 به خاک سپردند. بابای دونا ساکن دهه گلبوته نویه رودکی 27 آگوست سال 2020 با اتهام به خانواده های اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسانیدن کمک‌هایی که از خارج روان می‌کردند بازداشت و ماه دکبر همان سال به 7 سال زندان محکوم شد. اما الکی بعد 8 ماه حبس 23 اپریل سال 2021 او را به علت بیماری سیل داشتنش از زندان جواب دادند. در 3 سال پیش محکوم به زندان شدن یک نفر سالخورده در سن 80 و اون هم با جرم رسانیدن کمک‌ها به خانواده های زندانیان موج انتقادها از مقامات تاجیکستان را برانگیخت و به این موضوع سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان نیز توجه کردند. در پاسخ به این انتقادها وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ژانویه سال 2021 با پخش یک اظهارات گفت دادگاه دونا نبیف را گویا در تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی گناهکار شناخته است. وزارت کارهای داخلی همچنین گفت دونا نبیف در ساختار سابق حزب نهضت اسلامی به حیث قاضی فعالیت نموده ساکنان بیگناه جمهوری را به جزاهای وزنین‌ترین حتی تا حکم قتل محکوم می‌کرد و در کشتار عمومی ساکنان محلی ولایت ختلان اشتراک کرده است. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دنبال اظهارات وزارت کارهای داخلی در مورد بابای دونا را سیاسی کاملا بی‌اساس و تهمت آشکارا نامیده رد کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت بابای دونا در جنگ شهروندی اصلا شرکت نداشت و به جای هجرت هم نکرده بود. در ساختار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هیچ زمان سمت به عنوان قاضی وجود نداشت. بنابراین ادعای وزارت کارهای داخلی حقیقت ندارد. گفته میشد در اظهارات فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان از ماه سپتامبر سال 2015 به این طرف منع کرده شده است. بعد منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دهها عضو آن در تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم شده، صدها تن از پیروان و هوادارانش ترک تاجیکستان کردند.